در مورد ریاست جمهوری سوال کنم. چیز خاصی نیستش در مورد انتخابات ریاست جمهوری حاضرین صحبت کنیم. ببخشید من سوالم از شما اینه که انتظار شما به عنوان یک فرد ایرانی از رئیس جمهور آینده چیست؟ انتظاری برام فرق نمیکنه. بریم رای بدیم که چی بشه. فرض کنید که به عنوان یک شهروند یه مسئولیتی دارید که در سرنوشت خودتون سهیم بشین. اون وقت به عنوان یک شهروند چه انتظاری دارید به کسی که بهش بخواید رای بدید؟ آقای محترم ما 4 سال پیش هم این مسئولیت رو اجرا کردیم. تو 2 خرداد رفتیم رای دادیم. ولی خب چیزی تغییر نکرد. چی از ما عوض شد؟ وضعیت جامعهمون، وضعیت اقتصادی نابسامانمون، وضعیت جوونامون هیچ چیز عوض نشد. خود من یه جوونم، کامپیوتر میخونم، دانشجوی کامپیوترم، ولی میدونم هیچ آینده‌ای ندارم. هیچ چیز تو زندگی من تغییر نمیکنه. جامعه من گرفتار بانبازی و پارتی بازیشه. جامعه من بیمار روابط و ضوابطشه. من نمیتونم کاری بکنم. چقدر امثال من لیسانس بیکار توی خیابونا ریخته. چقدر مثل من هستم. یه چند تا لیسانس و فوق لیسانس بهتون نشون بدم که به خاطر فرق، به خاطر نداری بدبختیشون میرن توی شرکت‌های خصوصی دیدن دیگه مدیر 20 سوادی کار میکنن که بعد 1000 تا چیز دیگه ازش در میاد. میدونید چقدر جوون مثل من ریخته اینجا. هیچی نداریم. من خیلی حسرت این تو دلمون بوده که برآورده نشدی. کدوم دولتی جواب میده؟